اگر مستضعفی دیدی ولی از نان امروزت به او چیزی نبخشیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر چادر به سر داری ولی از زیر آن چادر به یک دیوانه خندیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر قاری قرآنی ولی در درک آیاتش دچار شک و تردیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر گفتی خدا ترسی ولی از ترس اموالت تمام شب نخوابیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر هر ساله در حجی ولی از حال هم نوعت سؤالی هم نپرسیدی، به انسان بودنت شک کن. اگر مرگ کسی دیدی ولی قدر سر سوزن ز جای خود نجنبیدی، به انسان بودنت شک کن. مقبول میخوانه ای دختر. نمیشه امروز تا دیگر بامداد ادامه بده؟ خیلی ناز میخوانی مروت. تشکر. راز موفقیتت در چی است مروت گل؟ خب من زیاد وقت تمرین میکنم در خانه. باید زیاد تمرین کنیم، زیاد تلاش کنیم و هیچ چیزی به تمرین و به تلاش انجام نمیشه و این استعدادم هسته و این که هست که باید صدای رسا خیلی خوب داشته باشی. بله.